أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان دنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس خدای را، شکران خدای را که برای ما و شما فرصت عنایت کرد و لحظات را در اختیار ما انشاءالله قرار داده که در مورد مسئولیت های ما با هم به مذاکره و گفتگو بشینیم. در برنامه های قبلی از یکی از عباداتی که ما مکلف به ادای از او هستیم نماز بود. نماز و اثر از او در خانواده، در اعضای خانواده، در شخصیت خود نمازگزار، در اجتماع چی هست؟ آیا این نماز چرا اینقدر در دین ما مهم جلوه داده شده و هیچ عذری را پروردگار در تأخیرش یا در قضایش یا در ترکش نمیپذیره؟ باید در وقتش ادا شود. بهترین وقتش در وقت اولش است. هیچ عذری را نمیپذیره که ما نماز تعطیل کنیم، الا ای که از مردها عقلشان از سرشان برای یا جانشان. وقتی مکلف شد انسان، وقتی جوان شد انسان، زن و مرد، دختر و پسر. برای خانم‌ها که یک هدیه الله در طول یک ماه برشان قائل میشه، او از خصوصیت های خانم است، ولی دیگر هیچ عذر نه از خانم نه از مرد الله نمیپذیره. ما در این رابطه گپ زده آمدیم. بدون شک الله ذوالجلال و الاکرام انسان را که خلق کرد و او را اشرف مخلوقات قرار داد، بر از او یک وظیفه سپرد، یک وظیفه بندگی، که اگر او وظیفه خودش درست انجام بده، او وقت است که شرافت و عزت و کرامت تحقق میپذیره برش. او شامل این صفت هایی که الله برش عنایت کرده شامل حالش میشه، شریف میشه، عزیز میشه، کریم میشه. حتی با مدارج عالی تر
حتی از ملک هم مقامش بالا میره، انسانیت مدارجش طی میکنه اگر همین وظیفه بندگی و عبادتش درست انجام بده. این وظیفه را الله منان عبادت یا بندگی نام نهاد. شما بندگی مرا کنید، من شما را بر بندگی کردن خودم، بر عبادت خودم خلق کردم. و چه قسم عبادت کنیم، چه قسم بندگی الله انجام بدیم، ایرم برای ما یاد داد الله. و می فرماید که اگر شما هر کدام شما در بندگی و عبادتتان موفق باشین، سعادت و خوشبختی و کامیابی و آرامش و اینا همگی در سراسر زندگی شما تحقق پیدا میکنه، شما خوشبخت میشین، شخصیتتان قابل احترام و اعتماد میشه. تنها در خانواده نیست، در اجتماع هم شما مقام زنده و بارز خود داشتید. حتی رهبری جامعه را خدا برای شما نصیب میکنه اگر این لیاقت بندگی الله شما تانستین کمایی کنین، شما را الله در مقام بالاتر از دیگرها قرار میده که اونا را شما راهنمایی و رهبری بکنین، جامعه را آباد کنین، انسانها را به طرف خوشبختی هایشون ببرین. الله منان عبادت و بنده های عابد خود بسیار دوست داره. ببینیم در سوره حج آیت 41 بعد اعوذ بالله الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه الى آخر آیت. وقتی شما را در زمین برقرار ساختیم، جا به جا کردیم، برای شما اختیار دادیم، شما را وارث بعد از کسایی که از شما گذشتن کردیم، یگانه وظیفه، اولین وظیفه شما برپا کردن نماز است، هم خودتان هم برای دیگران. بدبختی ما در کجاست؟ ببینیم خود ما من حیث رعیت رهبرای ملت ها، رئیسای حکومت ها را ببینیم، اینا با نمازشان، با بندگی که در برابر الله دارن چقدر دقت کردن. واقعا اینا بندگی الله هم میکنن، عبادت الله هم میکنن. اگر میکردن که ما به این روزهای دوچار نمیشدیم. آیا در برنامه بعضی از این حکومتداران نماز هست، بندگی الله هست؟ اونا بقا و دوام خودشان در بندگی غیر از الله میدانن. گاهی بندی روس ها میشن، گاهی بندی امریکایی ها میشن، گاهی بندی غرب میشن، گاهی بندی پول میشن. سبحان الله. الله نیز در برنامه زندگیشان. از اون خاطر از گناه ذلیل هستن، خار هستن، نه خودشان نام نیک کمایی کرده میتونن، نه بر سعادت ملتشان کاری کرده میتونن. مثال زندگی به افغانستان خودشان میگن مفسدترین نظام افغانستان است. میگن اعوذ بالله. اینا را که شما انتخاب کردین، شما آوردین، شما اینا را به می لقب متهم میکنید. بدون شک نماز یکی از عبادات هست که الله ذوالجلال و الاکرام برای بنده های خودش هدیه میکنه. هدیه داد برای ما که این نماز شما برپا کنید. خیرتان، سعادتتان در همین نماز است. هر مشکل روبرو شدین، بیاین 2 رکعت نماز بخوانید، به حضور من ایستاده شوین، مرا یاد کنین، با من راز و نیاز کنین، با من مشکلاتتان در میان بگذارین. پیامبرها همین کارو میکردن. اونا نمونه ها بودن بر ما. رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر وقت مشکل برشان پیش میشد، اینا 2 رکعت نماز میخواندن، به حضور الله می ایستادن، راز و نیاز میکردن، خدایا مشکلات من را آسان کن. ما در چند برنامه‌ای که گذشت در همین مورد نماز چیزهایی به سمع شما عزیزان رساندیم. امیدوار هستم که
همون سلسله را دوام بدیم و تعقیب کنیم. اینا صرف در گفتار باقی نمانه. بیایین همه تو قدم به قدم اینا را در عمل خود ما پیاده بکنیم. همونطور نماز بخوانیم که حقش است. حق نماز ادا بکنیم. ما وقتی که تمنا داریم که خدایا ما میخوایم که بنده خوب تو باشم، پس به من این لیاقت، این توانایی را نصیب بکو که من در این بندگی خود موفق باشم. هر کاری که به من سپردی خدایا میخوایم که به حقش او ادا شود. و وقتی ما این حق نماز ادا کرده میتونیم، حق بندگی ما را ادا کرده میتونیم که با اخلاص، شوق و رغبت عالی این وظیفه را انجام بدیم که مورد پسند و قبول خالق و معبود ما شود. ما یک روایت هم در صحیح مسلم بود که در گذشته خواندیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نمازشون وقت خلاص کردن، یک کسی نماز میخوان، طرف از او سئل کردن، گفتن که ای فلان نمیتونی نماز درست و زیبا و نیکو بخوانی؟ پسند نکردن اون نمازه. حالا در شکل اون نماز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که از قلب از او خبر نداشتن، اما شکل نماز، ظاهر نمازش که دیدن، در نمازش او کار کرد که حق نماز ادا نشد. آیا نمیتونی تو نماز تا زیبا بخوانی؟ نماز تا کوشش کنی قسم باشه که حقش ادا شود؟ ما چند مطلب را در برنامه گفتیم که وقتی ما میتونیم در نماز ما باشیم و در حضور الله خود ما را احساس کنیم، اللهی که ناظر حال ماست. وقتی الله اکبر میگیم الله متوجه ما میشه. پس ما در اینجا گفتیم چیکار کنیم که ما حالت ما قسم باشه که در داخل نماز باشیم، در داخل از این گفتگویی که ما با الله ما داریم، ملاقاتی که با الله داریم، در همین ملاقات حاضر باشیم، یاد مرگ بکنیم. آیا دیگه چانس به من خواهد رسید که بعد از این نماز دیگه نماز بخوانم، یا همین آخرین نماز من خواهد بود؟ و گفته آمدیم مطالب در این رابطه. دوم چیزی که ما را در نماز ما تمرکز میبخشه و در داخل نماز میباشیم، بیرون نمیریم از نماز، با خشوع و خضوع نماز ما را میخوانیم، این است که در کلماتی که در نماز است، جملاتی که در نماز ادا میکنیم و یا حرکاتی که در نماز ما هست، اینا را برش تفکر کنیم، تدبر کنیم، دقت کنیم. چرا؟ مثلا چرا من نیت میکنم جملاتی را که با زبان میارم یا در قلب میگم؟ چرا دستم بلند میکنم؟ به اینا فکر کنیم، اینا را آگاهانه کنیم، و وقت ما از نماز بیرون نمیشیم. شما نیت میکنین چی میگین در نماز؟ قصد شما با گفتن چند کلمه است که نیت کردم ادا سازم 2 رکعت نماز مثلا بامداد، رو آوردم به قبله من جهت کعبه خالصا لله تعالی، الله اکبر. تنها اگر میل تکرار هر وقت در نماز در زبان ما بگوییم، ما نیت نکردیم. این باید در قلب ما باشه. جای نیت ما در قلب ما است که حضور قلب باشه. حال ما به حضور الله ایستادیم، میخواهیم با الله راز و نیاز بکنم، به خاطر کسب رضای الله، به خاطر خرسندی الله، به خاطر تعظیم و تجلیل الله، عظمت و بزرگی الله میخواهیم که اظهار کنم. حال استاده شدیم در حضور الله، میخواهیم که رابطه خود با الله در هر نمازم تجدید کنم، و خودم به الله پیوند میتم، و خودم به الله نزدیکتر کردم میرم. حال استاده شدیم. ما حکم الله که نماز است، این را بجا میکنم. دستور داده الله که من نماز بخوانم.
وقتی شما با تو یک نیت، با تو یک احساس که الله پروردگار من است، مالک کل چیزهای من است، الله فیصله مرگ و زندگیم به دست الله است، رزق و روزی من الله تعیین میکنه. اینا را در فکرم، در دماغم، در قلبم میارم این حرفا را. چرا؟ به حضور اما الله استاده هستم. عزت و ذلت مرا او قلم میزنه. در هر چیز خود، در هر کار خود من محتاج الله هستم. بی کمک الله من هیچ چیز هستم. مشکلات مرا او حل میکنه. اگر خدا خواست همون میشه. ولو تمام عالم، تمام نیروها دستشان به هم بتن، مانی و او اراده الله نمیتونن. ولی اگر الله نخواست یک چیز صورت بگیره، انجام شود، کل دنیا بخواین نمیشه. ما به همه تو یک احساس و به همه تو یک حالتیم میایم در حضور الله استاد میشم. نیت میکنم الله اکبر. دستای که وضو کرده بودم، دستای ما که شسته بودم که دیگه من کار ناروا نمیکنم، حالا می دو تا دست من بلند میکنم. الله اکبر. الله اکبر چی هست؟ چه یک شعار بزرگ، چه یک شعار زیبا. بزرگ است الله. از هر بزرگی هم بزرگتر است الله. او چیزی که در خیال میگرده از اونها هم بزرگ است الله. هر چیزی در برابر عظمت و بزرگی الله کوچک است. عالمی میگه اگر انسان همینطور یک احساس در خودش خلق کرد که الله از هر چیزی بزرگ است، قسم میخوره که سوگند به خدا، جز خدای عزوجل بزرگی و جلال هیچ کسی در تو حیرت و بیم ایجاد نخواهد کرد. دیگه یه بر قدرت ها کوچک میشن. از اروپا و امریکا و روسا و این قلدرایی که امروز قتلای عام براه انداختن، ظلم و ستمشون بیداد میکنن، اینا در نظرت کوچک میشن. دیگه از اینا نمیترسی. چی میکنن؟ اما آخرین چیزی که جان ما رو میگیرن، جان ما فدای الله. اگر به خاطر دین من باشه، به خاطر اعلای کلمت الله باشه، که 1000 بار صحابه یا شهدا در قیامت میگن، از اون وقت پرسیدم چیز دیگه هم آرزو داشت در زندگی؟ یا الله، آرزوی من این بود که یک بار دیگه زنده شوم، باز برم شهید شوم، باز زنده شوم، باز شهید شوم. او لذت را که از شهادت در راه الله می بود. وقتی الله اکبر میگیم و این علامت تسلیمی رو بلند میکنیم که خدا به تو تسلیم هستم. در جنگ ها همی هستیم، دستایتون رو بالا کردین، شما دیگه تسلیم شدین، شما از خود دیگه نمیخواین که حرکت نشان بدین. تسلیم به مقابلتان هر کسی که هست تسلیم شدین، برش دستایتون رو بلند کردین. آلی دستای مبارک به الله بلند میشه. الله اکبر. من از خود هیچ چیزی ندارم خدایا در برابر عظمت و بزرگی تو، و هیچ کس هم قدرت و توان مقابله با تو را نداره یا الله. با نماز، این نماز است. نماز الله به این خاطر اصرار میکنه که بنده نماز بخوان. شما را میخواد یک شخصیت برازنده به پیش هیچ کس شما خودتان کوچک احساس نکنید، خصوصا او قلدرها، او زورگویا. سرخم کردن الله پیش هیچ کسی برای بندی خودش رواداری نمیکنه، الا برای خود میگه سرکت. این سر مبارک تو را من به دستهای مبارکم خلق کردیم، این را جز برای من برای هیچ کسی پایان نکو. نماز همی هست. شخصیت عالی شما، شخصیت محترم و معزز شما
نماز برای ما شخصیت قائل میشه. انسان نماز میسازه. ما وقتی میبینیم که دستهای تسلیمی رو به حضور الله بلند کردیم و رفتیم نماز ما را شروع کردیم، چی میگیم؟ سبحانك اللهم، پاک منزه است او الله من. و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك ولا اله غیرك. الله اکبر. بعد از اینکه عظمت و جلال الله تو و زبانت آوردی که الله اکبر، دستایت بسته میکنی. در این دست بسته کردن تو چقدر حرف است، چقدر حکمت هست، چه اسرار دیگه نهفته است. تو پیش الله با تمام عجز و انکسار، ناتوانی های بندگی پیش الله ایستاده هستی، تسلیم شدی، حال دستایت بسته کردی. پاک منزه است الله. الله من، پروردگار من، از هر عیب پاک و منزه است. تمام شکر و سپاس از آن او هست. و بحمدک و تبارک اسمک، و با برکت هست نام مبارکش. شأن تو برتر است، بالاتر است و هیچ معبودی جز تو نیست. ولا اله غیرک. شما در همین کلمات شما دقت کنین، اینا خیلی آسان است یاد گرفتنش. عزیزای من، خواهرک من، برادرک من، نگوین که یه عربی است. ما امیر حال بفهمیم. امیر که وقت بسم الله میگیم اعوذ بالله، امیر معناش فهمیده میشه. شما اگر روز 5 وقت نماز میخوانید، در هر رکعتتون شما از اینا رو بالاخره معنایش آسان است، فهمیده میشه. بسیار کلمات هست که در فارسی هم استفاده میکنیم. بنابراین ما اینا رو باید بفهمیم که من چی میگم. با الله هم گپ میزنم. شاعرها بودن یک وقتی به حضور پادشاه ها پیش میرفتن میشیشتن، بازور مدح میکردن. شاهی که هیچ وقت کسی را ناامید از بارگاه خود نرانده است، شاهی که دست سخاوتش فلان است که باز در آخر یک دو شعر دیگه که میگفت، باز یک کیسه زره برش میدادن یا او را به یک مقام بالاتر ترفیع میدادن. آخر به حضور الله استاد میشیم. سبحانك اللهم و بحمدک، پاک و منزه است الله. تشکر میکنم خدایا، مرا توان دادی که آمدیم پیش تو استاد بشم. همین خود می آمدن تو بر نماز این یک تشکری داره از الله. چقدر مسلمان ها هستن نماز نمیخوانن و حال وقتی تو آمدی همین خودش یک تشکری داره. الله شکر خدایا، اسم تو بزرگ است، با برکت است. نام تو را که میگیرم بر من باران رحمت و برکت میباره الله. و تعالی جدک، شأن و مقام تو خیلی بالا و برتر است. ولا اله غیرک، کسی نیست که در جای تو بگذارمش، بندگیش بکنم، برش احتیاج خدا پیش کنم، ضرورت هیچ کس را نمیخوایم. یا الله تو کافی هستی بر من. شما بعد از این میرین جمله دیگر را میگین، حال دست بسته در حضور الله ایستاده هستین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همون دشمن را که الله معرفی کرد برای ما، پدر و مادر ما را از جنت بیرون کرد، قسم خورد که تمام اولادی از این مرز را میکشم. خب ما بیاییم در همون بنده های داخل شویم که الله گفت نمیتونی، و بنده های مخلص مرا و بنده های حقیقی مرا نمیتونی، تو و بنده های عابد مرا نمیتونی از راه بکشی. ببین ما شما دمون لست داخل شویم، پناه میبریم به الله. اینو میگیم اعوذ بالله، یا رب
مرا در پناهت بگیر. از چی؟ از کی؟ من الشیطان الرجیم، از اون شیطان خبیث دشمن من که تو را راندی، از خودش که تکبر کرد و از عمل کبرش. خدایا به تو پناه میبرم که من او عمل من نباشه، من دفعه کبرجن نشم، کبری نشم و من مغرور حال خودم نشوم. خدایا به تو پناه میبرم از شر شیطان متکبر رانده شده و از عمل بد شیطان. خدایا به تو پناه میبرم. شما عزایم ناپاک را که شیطان وسوسه میکنه که این کار بد است، این کار بکن، این کار در حق برادرای خودش بکنه، در حق دوستایش کنه، در حق ملتش کنه، در حق دیگر انسان ها کنه، شیطان تو را وسوسه میکنه. حالا از شر این شیطان خودت به الله میسپاری، در پناه الله خودت میتی. یا الله من از این حالت، از این شیطان دشمن من تو نگاه کو، از وسوسه هایش نگاه کو که حالا من میایم به حضور تو، با تو حرف دارم پروردگار. آغاز صحبتت با الله حال میکنی بعد از اینکه از شیطان خودت کنار زدی. خدایا او کارهایی را که شیطان انجام داد و او کارهایی را که حال سر ما انجام میده، خدایا مرا حفظ کن. شیطان جز بدبختی من، جز شقاوت من، جز سرافگندگی من هیچ کار دیگه نداره. دشمن آشکارای من هست و از این عمل شنیع شیطان به الله پناه میبرم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیبا هستی جمله. به نام الله که رحیم و رحمان است، رحمان و رحیم است. چنان ذات هست که برای همون دشمنای خودش هم، برای اون کسایی که انکارش کردن، به اونا هم رحمش میآید. چانس داده برشان، نان داده برشان، عمر داده برشان، ناز و نعمت برشان داده، تمام دنیا را در اختیارشان گذاشته. اما الله رحمانه، به نامش آغاز میکنی، حاله گپایی که کت الله داری و رحیم است، بخشاینده است، مهربان است. الله هر گناهی که از ما سر میزنه الله میبخشه. ما او الله را در حضورش حال میاییم استاده میشیم، استاده شدیم، حاله دستا را بلند کردیم، الله اکبر، بستیم دستای ما. بیایین یک میان برنامه را ببینیم، بعد میکردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد، قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد، تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد، قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد. قم للصلاة وأدها، ارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد. دع عنك أثقال الهوى تلقى الهداية والسداد، وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد. دع عنك أثقال الهوى وعمر بيوت الله لا تركن لساعات الرقاد، إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد. وعمر بيوت الله لا تركن لساعات الرقاد، إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد. قم للصلاة وأدها
واقصد رضاك واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد زود حياتك طاعة إن الصلاة لخير زاد واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد زود حياتك طاعة إن الصلاة أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به المواد. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، نماز یک معنایی که در صلات هست از صله گرفته شده. صله یعنی رابطه انسان با پروردگار، رابطه انسان با انسانها. وقتی شما در جماعت ایستاده میشین، پهلو و پهلو ایستاده میشین، شما یک دیگر رابطه برقرار کنید. ببینید چقدر مطلب مهم است که امام صدا میکنه که سو صفوفکم، صفهایتان منظم بسازین، شانه به شانه خودتان به هم نزدیک کنید، بچسبانید، برای شیطان فرصت ندید. قلبها به هم وصل میشه. قلبهای بنده ها همه در حضور الله ایستاده هستند. رابطه زمین با آسمان برقرار میشه با نماز. سبحان الله. فرشته‌های رحمت از آسمان نازل میشن. نماز چه عبادت پرشکوهی است، چه عظمتی است در نماز، چه محفل بزرگی هست نماز. وقتی شما با نام الله شروع کردین، الله رحیم و رحمان، الله مهربان بخشنده، آله شما باید یک سوره را بخوانید که الله برای ما دستور داده خواندن از او در هر رکعت نماز. و سوره فاتحه است، کلید قرآن است. کل قرآن مختصر و معجزش در همین 7 آیت است. سبحان الله. بعض علما میگن که در وسط این سوره یک جمله هست که ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام مفهوم خلقت انسان همین است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یا الله تنها تو را پرستش میکنم، این من اقرار میکنم، اعلان بندگی من میکنم. اما اللهی که مرا به می خاطر خلق کرد، یا الله تنها تو را پرستش میکنم، تنها از تو کمک میخوایم. من به سراغ آدم ها نمیرم، به سراغ قبرها نمیرم، به سراغ مرده ها نمیرم. الله تنها از تو کمک میخوایم. حاجت من به تو پیش میکنم، مراد من از تو میخوایم، تو را تنها پرستش میکنم. همه تو سوره را ما مکلف هستیم برای خواندنش. هر نمازی که میخوانیم این آیات مبارکه را، این سوره مبارکه، این کلید قرآن باید بخوانیم. چه جملات زیبایی دری هست. اینا رو شما معنایش بفهمید. الحمدلله رب العالمین. تشکری میکنم از همو پروردگاری که رب عالمیان است، خالق پروردگار عالمیان هست، تنها موجود چیزی که به نام مخلوق است ربش الله هست. باز او صفتهای مبارکش باز در اینجا ذکر میکنن. الرحمن الرحیم. همینطور تا آخر میاییم دعا میکنیم، آمین میگیم. خدایا دعاهای مرا در این سوره که خواندم قبول بفرما. در اوج بعد از اینکه شما برای مالک بودن الله در روز قیامت هم اقرار میکنیم، مالک یوم الدین، تنها تو را پرستش میکنم، تنها از تو کمک میخوایم. آله
عریضه پیش میکنید. چی میخواین با اینقدر گپایی که زدین؟ تشکری کردین الله رحمان است، رحیم است، مالک روز قیامت هست، تنها او را پرستش میکنیم، تنها از او کمک میخوایم. حالا چی میخوایم؟ اهدنا الصراط المستقیم. یا الله، این صراط مستقیم چی هست؟ تمام تمرکز ما بر همین راه بوده. باز الله منان این راه بر ما میگه صراط الذین انعمت علیهم، همون راهی که بر کسا من انعام کردم. برای کیها انعام کرد الله منان؟ در جای دیگه میگه که انبیاء و صدیقین و صالحین و شهدا. این 4 گروه از انسانهای مقرب الله، پیامبران، صالحین، شهدا، صدیقین. خدایا در راه این مینا مرا ببر. تو در هر نمازت ایر از خدا تمنا میکنی. تو به خدا اگر امیر به صدق دلت بگویی و تو در همین گفتار حاضر باشی، او الله نمیپذیره؟ میپذیره. ما وقتی با الله ما در میان میگذاریم که خود ما نیستیم در اینجا. عادت شده این نماز خواندن بر ما، عبادت نیست این نماز. حق نماز ادا کردن نمیتونیم. اگر این با این طور یک سوز و گداز، با این تمنا و التجا به الله که بگی مرا یا رب برای راست هدایت بکن، او نمیکنه. میگه من از شارع گردنتان به شما نزدیک هستم، از ما بخوای من میپذیرم. خب به شرطی که ما بخوایم. وقتی ما میریم میگیم فکر ما یک جای دیگه هست. به او خاطر است که الله نمیپذیره. آخه چی را بپذیره الله که نگفتیم برش؟ ما از زبان برآمد، از قلب ما نبرآمدی حرف. غیر المغضوب علیهم، راه کسایی که مورد خشم و غضب تو قرار گرفت، او راه نی. یا الله، چقدر انسان ها هست که مورد خشم و غضب الله هستن. در همین 4 طرفتون سیل کنید از این قلدرای روزگار که جان انسان برشان از مگس هم کده به ارزش است. آبادی ها مثل خانه جولا برشان ارزش نداره، ویران میکنن. از این کسایی که مورد خشم و غضب الله خودشان قرار دادن. بیاییم تا پایان که سر بندگی به الله خم نمیکنه، پیشانیش در روز سجده را نمیبینه، در محافل گناه اشتراک میکنه، شب و روزش در عصیان و غفلت از الله هست. اینا همگی مورد خشم و غضب الله هستند، ولی مهلت داده برای اینا الله. الله میگه اگر ما وقت تعیین نمیکردیم، اینا را وقت به اعمال شومشان گرفتارشان میکردیم، در پنجه عدالت ما اینا را جزا میدادیم، انتقام میکشیدیم از اینا. ولی الله حکیم وقت تعیین کرده برای هر کدام ما. این ظالما فکر نکنن که ظلمشان تا قیامت دوام داره. بالاخره این کاخهای ظلم فرو میشینه. این ظالم بالاخره به پنجه عدالت الهی گرفتار میشه. ولی الضالین، کسایی که گمراه شدن. خدایا این هم کلان یک مصیبت است که انسان گمراه شود. ما در دعای ما همین داریم که خدایا بعد از اینکه هدایت ما کردی گمراه نشویم. حالی که ما شما راه را یافتیم، الله ما را راه را نشان داد، نماز برای ما هدیه کرد، قرآن برای ما هدیه کرد، نعمتهای فراوان را در اختیار ما داد، گفت که چه قسم بندگی کنین شما. اینو شنیدیم، فهمیدیم. یا الله بعد از این گمراه نشویم. اون روز در مسجد بودیم، یک کسی یک مطلب خیلی سبحان الله، یک مطلب خیلی نامش چی بگویم، جنایت بگویم، خیانت بگویم که در سر هموطن خودش یک کسی بکنه. ما این حکومت هایی که ملت خدا ذبح میکنه و بندی میکنه و زر ظلم میکنه، اینا در جایش آدمایی که نماز میخوانن. ببینید نمازی که نماز نیست، نمازی که الله اکبر میگه ولی رفته
پشت کار و غریبی خودش، پشت تجارتش، پشت توطئه و دسیسه‌گری های خودش. قسم میکرد و برادر میگفت که یک وقت بازار فروش قالین پایان آمد، نرخ‌ها پایان آمد، بازار سرد شد. یک کسی که تولید کننده مشروبات الکلی بود به یکی از این تجارهای قالین مراجعه میکنه، میگه که بیا ما و شما مالچه بکنیم. مالچه یک اصطلاحی بین تجارها هست، یک مال میتن یک مال دیگر هم میگیرن. گفت که قیمت قالینای ما 1 لک یا 100,000 مبلغ همون مملکت. این فابریکی شراب والا یا صاحب شراب و یا مشروبات الکلی ای گفت که ما این مال تو را به 1 میلیون میگیرم، در بدل از اون ما بر حالت بیر و سیگرت میتونم. اما این بیر وقتش تاریخش سپری شده، این در چین پر شده ولی میدن جرمنی نوشته شده، ساخت جرمنی نوشته شده ولیکن در چین پر شده. سیگرت ها هم تاریخش گذشته. در اینجا تاریخ یک چیز اگر بگذاره اینا خیلی جدی میگیرن و همینطور هم هست. این تاجر نمازخوان سبحان الله میگه که پروا نداره، میگه تاریخش گذشته، پس آن دعوا نکنی. میگه پروا نداره. چند میگیری قالینای ما؟ 1 میلیون. برابر 1 میلیون که 100,000 بوده، 1 میلیون مالش قیمت میگذاره و در برابر 1 میلیون ازی 1 میلیون معادل 1 میلیون شراب و سیگرت میده. این آدم کجا میبره ایره؟ افغانستان مظلوم، میدان بزکشی. او ملت هر کسی از هر گوشش میگیره و کش میکنه به طرف خودش، میچوشه، میخوره، بسته میکنه، باز آخرم میکشم، میاندازه. این خائن، این تاجر نمازخوان اینا را افغانستان روان میکنه. و کسی که حکایه را میکرد گفت که اینمی مواد الکلی که تاریخش گذشته بود سبب شد که چقدر نفر کور شود. این سیگرت ها که بیخی مسموم شده بود. اعوذ بالله. از این کده جنایت، از این کده خیانت به خاطر چند قران. چی را خریده؟ این 100,000 مگه این مالش ارزش داشت؟ این خو آشغال خریدن. این خو اینجا فروش نداره، اینا رو باید ببرن در زبالدان پرتن. یه برای زبالدان تحویل کردنشان باید پول بده. اینجا تو آسان نیست که یک چیزی رو ببرین شما در آشغال پرتین. در آشغال هم وقتی که میپرتین جای آشغاله که میگیره شما باید پول بدین. ببینین این تاجر غربی خائن و این تاجر مسلمان خائن کی را قربانی کردن؟ ملت. یکی دیگه هم در اوجا بودن گفتن خوب شد که همون شرابی هایی که در همون افغانستان بودن کور شدن، این جزا بود برشان. خیر، او جزایی که ما پیش خود ما میگیم، جزایی که پیش الله، این تاجر چه رقم جزا تعیین میکنیم که هنوز هم در مسجد میآید، در صف نمازخانه میشینه. این نماز از یک چی هستی شما رو به خدا؟ این نمازش هر باره که به طرف آسمان میره بویناک است، تعفنش بالا میره، ملائک از تعفنش ناراحت میشن. الله منان میگه این مثل یک لطه کونه، پس در روی صاحبش بزنین. این مورد خشم الهی قرار میگیره. ببینید که از نمازش غافل است. فویل للمصلین، وا به حال این نمازگزار. دستش، فکرش، همگیش در خدمت دشمن. شیطان چنان سر از این مسلط شده که از یک شیطان انسی جور کرده. به خاطر پولش رحمش نامد سر ملت بیچاره. در اونجا تو شراب بردی،
شاید هم یکیده نمیخوردن، از بس که ارزان کردن البته یکیده هم شوقی خورد. کسایی که نمیخوردن سیگرت نمیکشیدن شاید به می شکل کینا بردن. اعوذ بالله. وقتی که ما در درون نماز ما میگیم خدایا او راهی را که غضب شده ها و کسایی که تو غضب کردی برشان خدایا به او راه من نرو، و کسایی که گمراه شدن خدایا من نرو. در آخر دعا می آمین میگیم یا الله این دعای مرا قبول بفرما. بیایید این رقم نماز بخوانیم، به خدا پناه میبریم از این خائنی که نماز میخوانه و خیانت میکنه. اصلا این نماز نمیخوانه، این سپورت میکنه، این شما را فکر میکنه که کسای نماز خوانه که دوجه هستن اینا را فریب میده، بازی میده، در حالی که خودش بازی میده. فکر میکنه که الله رضایت چه گرفت حال آمد نماز خواند. الله این رقم بنده ها را سونش سیل نمیکنه. گناه اگر ترک نشه و نماز قبول نمیشه. ما با گناه های ما داخل نماز بریم، نماز خواندیم باز بیم مشغول همون گناه ها باشیم، این نماز نبود، این سپورت بود، این یک حرکت ادمانی بود که ما پایان شدیم، بالا شدیم، یک حرکتی که وقت ما را ضایع کرد. سبحان الله. حالا ما وقتی فاتحه را خواندیم با او سوره که به نام کلید قرآن بود خواندیم، یعنی کل قرآن را خواندیم، مختصری از کل قرآن بود سوره فاتحه. ما چقدر اجر و پاداشی از طرف الله ما گرفتیم. حالا ما به دنبال از این سوره باید سوره دیگه هم بخوانیم، چند آیت مبارکی دیگر هم بخوانیم. این در جمله همون قرائت ما هست. ما در نماز ما نیت کردیم، تکبیر تحریمه بود یا افتتاحیه بود، داخل شدیم، در قیام هستیم، استاده هستیم، دست ما بسته است، به حضور الله راز و نیاز میکنیم، اظهار بندگی میکنیم، از عظمت و بزرگیش تجلیل میکنیم، عرایض داشتیم برش پیش کردیم، برای قبولیش دعا کردیم. حال چند آیت دیگه بخوانیم، اینا رو هم سرش فکر کنیم. در قرآن چنان آیات مبارکه هست که از حالت و وضع اجتماعی و شخصی ما هم بیان میکنه، مطابق حالت ما هست. چه میخواهیم؟ همون چیزایی را که میخواهیم در همون قرآن پیدا میتونیم کرده، همونا رو تلاوت کنیم. مثلا شما سوره الم تر کیف، سوره فیل میخوانید، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. شما این حالت اجتماعی، حالت دنیا را سیل میکنین، حالت سیاسی جهان سیل میکنین که اصحاب فیل یا همون ابرهه آمده با فیلش کعبه را ویران بکنه. امروز این جلادا به نام پوتین و اوباما و فلان روحانی و بشار و سیسی و اعوذ بالله، یک ده گروه های مسلحی که نه انسانیت در اونا سراغ میکنید، نه رحم، نه ترحم، نه شفقت، هیچ چیزی جز کدورت، جز کینه و خشم، هیچ چیزی در اونا سراغ نمیکنید. اینا مسلح هستن، آمدن در جان مردم میچسبن، مثل ابرهه. از ابرهه هم بالا رفتن اینا. وقتی شما این سوره فیل میخوانیم که پروردگار چیکار کرد با اصحاب فیل، تسلا میشن که خدایا همون حالت بیار، ابابیل هایی بفرستی الله که این ملت های مظلومه از چنگ یدی ظالما خلاص کنه. این به حالت فیلی ما بر میخوره، سر میخوره. جای دیگه میه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. یک موجوده میته برای ما و شما، تسلا میشیم که الله میگه که اینا فکر میکنن که نور مرا با پف دهنشان خاموش میکنن. سبحان الله.
ناتو و فلان اینا را الله منان رشخند میکنه، توهینشان میکنه، ای پوف دهنشان وارز میکنه. میان امروز میکشن، بسته میکنن و ایران میکنن، به اسارت میگیرن، اما الله منان میگه اینا بخواین نخواین من نور من به تمام و اتمام میرسونم. این دین حاکم میشه و ما و شما ضرورت است که ما دین خدا را نصرت بدیم، ما به دین ما متمسک شویم، ما به نماز ما چنگ بزنیم، نماز ما را با جان و دل ما بخریم، حق نماز ما را ادا بکنیم. یک برادر در زندان بود، گفت ما یک 2 نفر بودیم، نمازهای ما را همیشه داخل 2 نفره جماعت میکردیم. یک رفیقش میگه ما را یک رفیق پرسان کرد که تو هر وقت یک سوره را میخوانی که فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا، میگه من میخونم تسلا میشم که بعد از هر مصیبت، بعد از هر مشکل آسانی هست. الله این 2 بار در این سوره میاره، بعد از هر مشکل آسانی هست، بعد از هر ظلم نجات هست. شما این آیت ها را، این سوره ها را در قرآن بخوانید و با همون سوره ها در نماز داخل باشید، خودتان در نماز تمرکز بدید. او وقت که شما از نمازتان احساس لذت میکنید، از ملاقاتتان به الله اظهار خوشی میکنید، یا الله من چنان بنده اینی که تو بودیم که تو مرا به حضورت پذیرفتی، با من حرف زدی، السلام علیکم وقتی میگین شما راحت هستید، از ملاقات الله فارغ شدیم. یا رب کاش یک بار دیگه هم به ما چانس بدی که باز بیایم به حضورت استاده شم. نماز این هست. چرا اینقدر نماز الله اصرار میکنه؟ چه عظمت داره، چه محفل هستی. او وقت است که ما به سعادت دنیا و آخرت میرسیم. نمازهای شب میخواندن صحابه، قضا نمیشد از پیششان. اگر در خواب میموندن در بیداریشان باز میخواندن، بوده قضاییشان میخواندن که خدایا و از اون نعمت محروم نمانم. 5 وقت الله ما را به حضور خودش طلب میکنه. بیا، داری کدام مشکلی، داری کدام استراب و تشویش و غم داری، بیا. شما را شیطان وسوسه میکنه. ببینیم سوره الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. سبحان الله، او اللهی که ملک است، رب است، تو پناه میبری. از چی؟ من شر الوسواس الخناس، از وسوسه های او خناس. او خناس کی است؟ که هم در جن است هم در انس است. شما را با مشکلات رو برو میکنم، فکرتان پاشان میکنم. بخوانی سوره را، بخوان، خودت در داخل نماز احساس کن، خودت باش، دور نمیری دیگه، شیطان فرار میکنه. چه جملات زیبا هست در این قرآن، در این نماز، چه کلمات پرمعنا هست در این نماز، چه حرکات زیبا هست در این نماز. حالا که باز شما پیشتر میرین، شما رکوع میکنین، سبحان الله، در رکوع شما خودتان احساس میکنین و حضور یک الله با عظمت. سبحان ربی العظیم، پاک و منزه است و الله عظیم. سرکتان، کمرتان قاط شد. الله دوست نداره کمرتان پیش کسی غیر از خودش خم شود، بعدش میبینه، منع میکنه، نکنین میگه این کار، این تنها برای من است. به این ترتیب ما اگر واقعیتش نماز ما را به می رقم قیام ما را به پایان رساندیم، با سبحانک اللهم مدح کردیم الله، باز از شیطان به الله پناه بردیم، باز با بسم الله الرحمن الرحیم داخل صحبت شدیم با الله، تشکری کردیم از الله که رحمان و رحیم است، آمدیم تا آخر که خدای ما را تو به راه راست هدایت بکن. سوره های را، آیت های را خواندیم. بعد از اون و ما قیام خود ما را با این حالت وقت پایان میکنیم
پایان میتیم، یک فرصت بسیار مناسبه برای ما و شما دست میده. گپای ما رو خلاص کردیم، حالا مثل که به الله یک بار دیگه تعظیم میکنیم، عظمت و جلالش یک بار دیگه در حرکت ما به نمایش میگذاریم. باز یک میان برنامه میریم انشاءالله، باز صحبت های ما رو دنبال میکنیم، تلفن ها هم باز میشه، شما هم صداهایتان بکشین در این برنامه، شما هم مستقیم شرکت کنین، گفتنی هایی که شما دارین بگوین. اینا هم اگر برازی است که ما عبادت خود ما را درست کنیم، ما نماز بخوانیم که الله برای ما همون رقم میخواه از ما و برای ما وعده ای که کرده در نماز ما، در اخیر نماز ما میخوایم امو تحفه ها و هدایا و بخشش ها را الله منان بعد از نماز برای ما بده. تا به لحظات بعد شما را به الله میسپارم. السلام علیکم و رحمت
أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، نماز، باز هم نماز، کل زندگی ما نماز، هر روز نماز، هر شب نماز. یکی از علما می گفت که پروردگار عزیز در زمین چنان نظام برقرار کرده که هر دقیقه از این زمین بدون سجده یک نمازگزار خالی نیست. این زمین کروی هست نی؟ آل ما در اینجا نماز پیشتر نماز ظهر خواندیم، شاید که یک چند دقیقه بعد نماز عصر میشه. در همه طور بریم در هر گوشه و کنار چند دقیقه بعد نمازها شروع میشه. چنان الله عزیزی زمین ترتیباتش گرفته که انسان دیگه مخلوقات که ذکر الله هم میکنن، همه مخلوقات ذکر الله هم میکنن، ولی خاص انسانه این زمین چنان خلق کرده، چنان نظام آفریده که هر لحظه این زمین با یک سجده یک کسی هست. سبحان الله. الله مقتدر، الله که ما همه از سعادت ما هست که بندگی او الله داشته باشیم. رضیت بالله ربا، ما راضی هستیم، خوشحال هستیم، خدایا افتخار میکنیم که رب ما الله هست. این هر روز بگوییم. حال وقتی که امیدوار هستم عزیزا صدای مبارکشان بلند کنن. رکوع هم از حرکات نماز است و رکوع فرض هست در نماز، از جمله فرائض داخل نماز است یا از ارکان نماز است. بدون رکوع نماز نمیشه. پس وقتی که ما از قیام خلاص شدیم، صحبت‌های با الله ما داشتیم، باز الله اکبر میگیم، باز الله عظمت و بزرگیشه یک بار دیگر یاد میکنیم، الله اکبر. حالا میریم به طرف رکوع. ما در رکوع ببینیم در اجتماعات بشری، جایی که میخواین برای کسی احترام قائل شوند، بزرگیش ذکر کنن، به او خم میشن. در غرب هم همی است، در شرق هم همی است، متاسفانه در بین مسلمان ها هم هست. به یک پادشاهی، به یک عالمی، به یک بزرگ خم میشیم، در حالی که نمازی را بر ما یاد میده که بغیر از الله به هیچ کسی رکوع نکنیم. اونا هم مثل شما انسان ها هستند. اگر مقام دنیایی از شما بلند است یا مقام معنویشون از شما بلند است، ولیکن این حالت رکوع یا حالت انحنا این صرف به الله میزیبه. در مقام الله قرار دادن از اینا میشه. الله بد میبینه، نمیخواه. الله خوش نداره که انسان برابر انسان دیگه احساس حقارت کنه، خودش کم بزنه. این کمی از نظر معنا و از نظر چیزهای مادی اگر است، ولی از شخصیت انسان. برنامه رحمت. السلام علیکم. درود رحمت خدا بر شما استاد عزیز گرامی.
خواهر عزیز ما السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. از پروگرام زیبا و با ارزش که بعد از توحید جایگاه خاص خود داره و از ارکان دین است شما تشریح کردین. متاسفانه که ما هنوز هم بیخبر هستیم. هنوز هم مصیبت سر ما میآید یا عزیز ما فوت میکنه، میگه اینقدر دلم تنگ است، اینقدر جگرخور هستم که دیگه زندگی سرم تنگ شده، این رقم شده. اگر برش بگویی خواهرم، برادرم، مادرم، اگر پدرت فوت شده، برادرت فوت شده، خانه‌ات خراب شده، خیر جگرخوری نکن، نماز بخوان، صبر کمک کن. میگه نمیتونم، هیچ نمیتونم، طاقت ندارم. اما چطور خداوند ما را میگه بسم الله الرحمن الرحیم ما خلقت الجن و انس الا لیعبدون. یعنی عبادت چی است؟ عبادت بندگی الله امین نماز است که با خشوع و با خضوع که شما بسیار به الفاظ شیرین امید که امیر شما 2-3 بار تکرار کنین سر دم جنازه ها، در هر چی که شما میرین امرای مسلمان ها گرچه که حاجی میشن اما بازم نمیفهمیم، بازم برای ما گفته نشده فضیلتش. مقصد رکوع کردیم، نماز کردیم، وضو کردیم، نگفتیم که در سجده خود چی میگیم، در رکوع خود وقتی گرانبهای شما رو نمیگیرم. امیده گفتم بسیار یک پروگرام زیبا در هر مصیبت خود، در هر مشکل خود و خاص ما را الله پیدا کرده. الله به شما خانه، لباس، غذا، نان هیچ چیز نمیخواد، همه چیز به ما آماده کرده برای عبادت خود که ما را خانه آخرت ما را آباد کنند. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر عزیز خدا خیرتان بده. همین درد امت هست امروز که ما عبادات خود ما را به حقش ادا نمی کنیم. حالا فرمودی شما او خواهره که مصیبت شامل حالش میشه ایوازی با خدا بچسبه، به یک چیزایی میچسبه که سبحان الله. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر، شما از کجا حرف میزنین؟ از قزاقستان زنگ میزنم. الحمدلله. بفرمایید خواهر گرامی، صدایتان شنیده میشه. استاد گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. خیرا. از این پروگرام‌های دلچسبتان، از این پروگرام‌های ما بسیار از این پروگرام‌های شما ما بهره میبریم. سلامی. پروگرام نمازهایتان باز بسیارتر کنین. استاد گرامی درباره همین عقیده یک ذره شما گپ بزنین که عقیده ما مسلمانان مثال عقیده امام حنیفه چرا خم است؟ عقیده را ما خوب بفهمیم که در عقیده چی چیزا باید ما در عقیده ما درست باشه. خدا خیرتان بده خواهر عزیزم. خداوند تعداد شما را زیاد بسازه که در اجتماعات ما شما وظیفه گرامی قدر فقط از برازی خداوند قدر دوستان داریم. استاد گرامی خداوند خیر بده. قدر ما هستین، ما را قدر راهنمایی میکنین در این راه ها. ما را خداوند عمرتان ان شاء الله در این دنیا عمرتان دراز. خداوند شما را سربلند داشته باشه. الله جزای خیر ببینین. خداوند در پناه خود داشته باشه. بسیار تشکر خواهر عزیز من. خدا خیرتان بده. خدا دعایتان در حق کل مسلمان ها قبول بکنه. ان شاء الله اگر خداوند یاری کرد در این مورد عقیده هم، گرچه در برنامه‌های وسال حق ما برنامه‌های عقیده داریم، بازم ان شاء الله ما کوشش میکنیم در نوبت خودمون از این چیزا تهیه بکنیم. خدا خیرتان بده. ما متاسفانه که بعض وقتا همین عبادت ما اهمیتش، فضائلش، معنایش، چرا نماز میخوانیم، چرا روزه میگیریم، همینا هم ان شاء الله گاه گاهی اگر مطالعه شود ان شاء الله که در ادای او نماز و عبادت کمک میکنه. او خواهر که میگن تو باید نماز بخوانی، از خدا کمک بخوای، اگر عزیزش یک مصیبت شامل حالش شده، ما فراموش میکنیم که الله ما را دستور میده. در قرآن میخوانیم که استعینوا بالصبر والصلاة. پیامبر عزیز ما وقتی به یک مشکل روبرو میشدن به نماز میرفتن. شما را وقتی که یک مصیبت شامل حالتان میشه ببینید این تنها مصیبت برای جنازه نیست، در هر مصیبتی که به انسان به اون مصیبت روبرو میشه، انا لله و انا الیه راجعون. همه چیز از جانب الله هست. خدای برام صبر بدی. البته در یک کدام حکمتی هست. خداوند میخواد مرا متوجه کدام اشتباه میکنه، یا میخواد خداوند صبر مرا بالا بسازه، مرا معلوم میکنه که آیا من در برابر مصیبت ها چی موضع گیری میکنم.
از خدا کمک میخوایم یا در این وقت شیطان مرا وسوسه میکنه و از مسیرم دور میکنه. بنابراین ما خدا همیشه یار و مددگار ما هست. خداوند میگه من حق شما سر ما است که من نصرت بدم شما را، کمکتان بکنم. وقتی که حق ما سر الله باشه ما همین حق خود ما را بشناسیم. من چیکاره هستم، چطور بتونم این حق ما بگیرم از الله؟ همون شرایط در خودم تطبیق بکنم. حالا ما بسم الله. سلام علیکم و رحمت الله. برنامه رحمت است. علیکم السلام و رحمت الله. از کجا زنگ میزنید؟ خدا برکت یا. سلامت باشید برادر عزیزم، شما را خداوند عمر بده، برکت بده. ما یا کلینگ گرفتم در نماز ساعت نمیتون دوره. فهمیدم. دو کنید. انشاءالله خداوند آسان کنه انشاءالله. دیگه هم چیزی گفتنی دارین؟ آیا کلینگ کردگی؟ برادر عزیز ما هم که عروسشان دیگه نماز البته تنبلی میکنن، نمیفهمن که نماز، چرا انسان نماز بخونه، از او خاطر اهمال میشه، غفلت میشه. ولیکن شما نصیحت درست کنید، شما اونا را به قسم به نماز بیارین مثل که دوستشان دارین. خدای نخواسته اونا اگر بی نماز باشن شما مسئول هستین پیش الله، شما هم جوابگو هستین. خودشان هم که جواب خودشان در زمینه خودشان میتن. هر کسی را الله از گناه خودش میگیره، ولیکن در خانه یک سرپرستی هست، یک مدیری هست، اینا مسئول هستن. بنامی رحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. از کجا زنگ میزنین؟ اسم احمد است از تیمار زنگ میزنم. بفرمایید برادر عزیزم احمد جان. استاد محترم شما خدا خیر بده، خیلی برنامه خوبتون. خدا شما رو مدارا بکنیم و تغییر خیر شما با شما را حاضر بکنیم. با شما یک جا برادر عزیزم. تشکر می‌کنم با شما. صدایتان یکم چیز شد، پریشان شد، بگوین یکم که بلندتر صحبت کنین. خب گفتم آواز صحیح شد ان شاء الله. بفرمایید. ان شاء الله. ما یک سوال داشتم، کار فکر وقت نماز پیشین کار خوب کم سال دیگه تشین کوتاه شده. اما میتونم نماز فرض میخونم، سنت نمیتونم به خاطر که وقت چیزی کم است. آیا این نماز سنت در ما چیز میشه که باید خانه آمده بخونم یا چطور حساب است؟ یک سوال داشتم. بسیار خوب، بسیار خوب. من یادداشت کردم، لطف کردین زنده باشین. برادر عزیز من که از عروسشان شکوه کردن، طبعا اهل خانواده باید که همه نماز خوان باشن، خرد بزرگ نماز خوان باشن. در او خانه که نماز نیست، در او خانه خیر نیست، برکت نیست. خدای نخواسته اینمی بینمایی سبب میشه که شما سبا درگیر میشین، جنگ میکنین، غال مغال میکنین، با چیزهای بسیار پایین و بیهوده و پیش پای افتاده شما با هم ناسازگار میشین. خدای نخواسته. شما عروسی کردین که یک خانواده سعادتمند باشین، از خداوند بر شما اولادای صالح نصیب کنه. پس شما یگانه راه یا علاجش همی است که شما به نماز بچسبین. نماز از هر چیزتان باید برای شما مهم باشه. با جان و دلتان نماز بخرین. این نماز یک هدیه الهی است. نماز شما را رنجم و روزانه که شما در خانه زحمت میکشین، کار میکنین، اما رنجتان نماز گل میکنه. برنامه رحمت. السلام علیکم. بله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. صدایتان میشنوم. بفرمایید. وصال حق. بله وصال حق است، برنامه رحمت است. بفرمایید. برادر در حق همین وطن ما از تاجیکستان من تماس میگیرم، دعا کنه که همین در تاجیکستان ما و مسئله ریش و همین سطر همین را چکنند، مردم ما رو بهر
در ظلمات دعا کنیم. یا الله خداوند کمک کنه. خداوند الهی شعائر خودش در او کشوری که مسلمان هست در خدایا شعائر خودش جامع عمل بپوشانه. یا الله. دیگه هم چیزی سوال داشتین؟ یگانه خواهش داریم که همین خداوند آزاد به دنیا آورده مانو میخواهیم آزاد زندگی کنیم. یا الله یا رب العالمین. سنت پیغمبر از میخواهیم که فردای قیامت از قبر سر برداری روز قیامت سنت پیغمبر در منحت باشد. یا الله آمین خدایا. دنیا در نظر من تنگ شده به خدا قسم دیگه همین سنت پیغمبر و اسلام رکنهاش به جا آوردن نمیمونم. باور کنید دیگه در این دنیا بدنم برای ما دیگر فکر نمیکنم. خودم شخصا بدنم هیچ انسان حس نمیکنم. سبحان الله سبحان الله. خداوند زمامدارای این کشورها را مثل تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان و همه کشورهایی که مسلمان هستیم، زمامدارایی که از خدا نمیترسن، خداوند شرشان از سر مسلمان ها کم کنه. خداوند دستهایی که اینا را آورده در اوج سر ملت های ما تحمیل کرده، خدا او دستها را هم کوتاه کنه. اگر اینا قابل اصلاح نیستن، خدا انتقام مسلمان ها را از اینا بگیرن. ما میشنویم در تاجیکستان این رئیس جمهور یا اعضای حکومتش خیلی بلند پروازی میکنن، در برابر خدا اینا جنگ اعلان کردن. اینا غافل از این هستن که زورشان به خدا نمیرسه. ممکن است یک چند روز اینا دوام کنن. همون است که الله میگه مهلت تعیین کرده بر اینا. اگر اصلاح نشوند خداوند اینا را در غضبش دچار میکنه. و طبعا که شما عزیزا در توان بندگیتان با جان و دلتان، این دین ما همی است. این دین که آسان بر ما شما نیامده. صحابه چقدر شکنجه شدن، شهید شدن به خاطر دین. پیامبر عزیز ما چقدر زجر و شکنجه شدن. چند سال در شعب ابی طالب اینا محاصره شدن. نان خوردن نبود. حضرت سمیه رضی الله عنها به خاطر اسلام اونا را کشتن، به خاطر عبادتشان، به خاطر دینشان، به خاطر همین شعائر اسلامی. حال باز اینا و نمو ابو جهل ها هستن، عبرت نگرفتن. فرعون ها هستن، ممکن است بکشن، بسته کنن، ریش ها را کل کنن، چادر ها را از زن ها بیرون بکشن، ولی تا کی کار میکنن؟ اینا اگر که خدا اصلاح نکنن، به خدا رجوع نکنن، خدا اینا را سخت هم در دنیا اینا را عذاب میده، خدا هم در آخرت. خدا از شرشان ملت های ما را، امت ها را نجات ببخشد. برادر عزیز ما احمد جان که شما در دنمارک گفتین نمازهای عصر و پیشین، حالا کم کم وقتی بسیار تنگ شده، حداقل که شما نماز فرض ادا میکنین، خو همین یک حزنش، یک غمش در دل شما باشه که خدایا کاش یک کار خوبی می داشتم که من میتونستم نماز ما به راحتی بخوانم، ما فرض من بخوانم، سنت های من بخوانم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز آمدن، بعد از نماز عصر خانه آمدن و نماز خواندن. حضرت عایشه رضی الله عنها میگن که یا رسول الله چی خواندین؟ بعد از عصر که نماز نفل نبود، گفتن ما نماز ظهر ما را خواندیم، در اوجه مشغول شدم، همون سنت هایی که مانده بود همون را ما آل خواندم. شاید اون برای پیغمبر ما بوده که بعد از عصر خواندن. اما سنت اگر که والله اعلم شما اگر کوشش بندگیتان بکنین که بخوانین، ولی هیچ امکان نیست خب فرض با یک خشوع و خضوع بخوانین، ورخطا نخوانین. در جای کارتان یک محل را برای نمازتان، برای عبادتتان تشخیص بکنین. اگر میبینین که سخت از دشوار است، انشالله در این رابطه باز صحبت میکنیم که آیا من کدام کار را برای خودم انتخاب کنم. او کار را انسان که ازش خیر میبینه که مانع عبادتش نشود. نماز هیچ عذر نمیپذیره. وقتی برای مجاهد در سنگر است، نماز وقت شب و اگر میگه که از پیش روی مرمی میآید الله و صبر کنم، الله نمیپذیره. یعنی امی سلاح برداشتی به خاطر چی؟ به خاطر من، به خاطر اعلای کلمه من در برابر دشمن استاده هستی، اما من نماز اعلان کردم برات، بیا نماز بخوان. به نام رحمت. السلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم. صدایتون بسیار پخش است، بلندتر صحبت کنید. برنامه رحمت است و اما بلند صحبت کنید، صدایتون بسیار پخش است. یا دوباره زنگ بزنین، چرا نمیشه شنیده صدایتون؟ نماز او خواهر عزیز من که در آشپزخانه است، در کارهای شاقی خانه مشغول است، مشغول تربیت اولادش است، در خدمت مهمان است، ولی وقت نماز آمد خواهرک عزیز، هیچ کسی از نماز خودت جواب داده نمیتونه الا خودت. نه مهمان به دردت میخوره، نه اولاد به دردت میخوره، هیچ کسی الا که خودت. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیزم. از کجا گپ میزنین؟ من از افغانستان قندوز. بفرمایید برادر عزیزم. از قندوز شهید، از قندوز که چقدر ظلم و ستم سر اهالی قندوز شد. خدا نجاتتان بده از شر مفسدین و شر آدم کشا. خداوند ولایت نجات ببخشد. همه دعا کنید در حق قندوز و امام صاحب جنگ زیاد هست. سبحان الله. خدا این جنگنده هایی را که بنا حق می جنگن، خون انسان ها را می ریزن، خدا ازشان انتقام بگیره. بفرمایید برادر عزیزم شما چیزی. من شما را بسیار دوست دارم پدر عزیز. خداوند شما را دوست داشته باشه. بسیار دوست دارم شما پدر عزیز. شما را خداوند دوست داشته باشه. امروز ما در شهر امام صاحب زندگی میکنیم، میبینیم که قدر بینامازی هست. از خاطر نمی بینامازی قدر مصیبت قندوز میاد، امام صاحب میاد، بخان میاد، مشکلات میاد. علت اگر مسلمان درک میکرد کاش که درک میکرد که همین نمازه 5 نمازه شه وزن گفته میشود شهر ستانه واز از مردم در کارگار مصرف است و کار ترجمه میتد به نماز خودت بکش نمیشه. نمازش میخونم بسیار ذکر میخونم، تشبه میخونم. سبحان الله. خدا مسلمان نرک میشد به نماز بسکنم. الهی آمین. الهی آمین. الهی آمین. ما شما بسیار دوست دارم پدر عزیز. خداوند شما را دوست داشته باشه. ما در برنامه شما که تاخیر میرفت، از من وقت نماز ما گفت برنامه شما را از سر اول لیکن انتظار کشیدیم برنامه شما نماز امروز از وقت ما برنامه شما مدرس شده آواز کنه ما گفت بشنام گفت زنگ زدم. خداوند خیر بده شما را، خداوند در تعداد شما بیفزاید. الهی همین دردی که شما دارین خداوند در تمام مسلمان ها این درد بیاره که بر نمازشان اهتمام بکنن. بدون شک همین فرموده شماست که وقتی مردم از یاد خدا غافل میشن مصیبت شامل حالش میشه. خدا رحم کنه سر کل ما و شما. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. خیر عزیز بفرمایید. من یک سوال داشتم راجع به بعضی دوستا لطف میکنن در واتساپ یا در وایبر اسم الله یا محمد صلی الله علیه و سلم روان میکنن. آیا پاک کردنش دوباره به گفته آلمانا لشن کردنش جایز است یا نه؟ میره لطفا روشنی بستین. یک جهان ممنون. بسیار تشکر خواهر عزیز، لطف کردین، زنده باشین. یادداشت کردم. بدون شک و بینمازی هست که در کشورهای ما، در خانه های ما مصیبت می آید. خداوند انشاءالله لطف کنه و ما نماز حقش ادا بکنیم. خواهر عزیزم که از واتساپ و چیزهای در موبایل هایی که این مطالب می آید، طبعا شما او را وقتی که پاک میکنین او به زمین نمیفته، او یک نوشته است که مجازی هست، شما میتونین او را گل کنین. وقتی که زیاد میشه طبعا گنجایش موبایل ها هم یک محدود است، نمیتونه که تا آخر او را نگاه کنه. هیچ مشکلی نیست اونها را اگر شما گل میکنین. برنامه رحمت است، آخرین تماس است انشاءالله. برنامه ما به پایان رسیده. از خواهر و برادر عزیزی که نتانستم تلفن هایشان بگیرم عذرخواهی میکنم. تمنا میکنیم که خداوند ملت مسلمان نماز خوان بسازه، نماز حقش ادا بکنیم.
و تمنا میکنم که باز فرصت داشته باشیم در برنامه های بعدی این سلسله را دوام بدیم. روز و شب شما بخیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.